جهان اطراف ما پر از شگفتی می باشد. انسان جستجوگر امروزی همیشه به دنبال مکانهای ناشناخته بوده است. در میان جستجوگران مکانهای ناشناخته، گودال شگفت‌انگیز ماریانا جایگاه ویژه‌ای دارد. در ادامه ویدیو همراه ما باشید. ماهیگیران جزیره گوام از دیرباز به وجود یک گودال بسیار عمیق در عمق اقیانوس آرام پی برده بودند. اما هیچ کدام از آنها جسارت شنا کردن و ماهیگیری را در این منطقه به خود نداده بودند. در اواسط قرن 19 تلاش‌های بسیاری برای کشف این درازگودال عمیق صورت گرفت. اما هیچ کدام از این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید. در سال 1951 دو شخص جسارت ورود به این گودال عمیق را پیدا کردند. ستوان دان والش و مهندس جان پیکارد توسط ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا مأمور اکتشاف در عمق این درازگودال شدند. عمق زیاد آب، نبود نور کافی و فشار آب از موانع ورود به این گودال به شمار می رفته است. تا ماه ژانویه 1951 تمامی تمرین‌های لازم برای ورود به این گودال عمیق توسط دان والس و جان پیکارد انجام شد و نهایتاً 4 ماه بعد آنها آمادگی ورود به گودال ترسناک ماریانا را پیدا کرده بودند. بالاخره انتظارها به پایان رسید و قرار بود مسیر تاریخ زمین به کلی تغییر کند و پرده از راز ناشناخته ترین نقطه آن برداشته شود. صبح آوریل 1951 تمامی خبرگزاری های دنیا منتظر شنیدن یک خبر مهم بودند. خبری که می توانست تاریخچه زمین را مشخص کند. در نهایت زیردریایی چالنجر توسط ناوشکن ایالات متحده آمریکا به عمق این گودال فرستاده شد و سفر پرماجرای جان پیکارد و دان والش آغاز شد. اما دیری نپایید که زیردریایی آنها پس از مسافت 11 کیلومتر به عمق گودال ماریانا رسید و آنها با کمال شگفتی به جستجوی این درازگودال عمیق پرداختند. آنها پس از 22 دقیقه به دلیل فشار بیش از حد آب و نبود نور کافی مجبور به بازگشت به سطح آب شدند و تا 44 سال بعد هیچ انسانی قادر به ورود مجدد به گودال ماریانا نشد و این دو نام خود را در تاریخ ثبت کردند. اگر از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم کانال ما رو دنبال بفرمایید.